سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. با آموزش 0 تا 100 فرانت اند به صورت کاملا تخصصی و حرفه‌ای بدون هیچ پیش نیازی در خدمت شما عزیزان هستیم. من مرتضی بهلولزاده مدیر عامل شرکت آوین سئو هستم و قراره که در این آموزش مدرس شما عزیزان باشم. این آموزش که به صورت کاملا رایگان و تخصصی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته شده، زحمت بسیار زیادی براش کشیده شده و فقط اگر قصد دارید که از ما حمایت کنید و این حمایت هم به صورت کاملا دو طرفه هستش، میتونید از پکیج های ما استفاده بکنید. ما 3 تا پکیج برای شما آماده کردیم که پکیج اول به صورت این هستش که ما به شما تمرین میدیم و رفع خطاتون رو انجام میدیم. در پکیج دوم به غیر از تمرین و رفع خطا، یک پروژه‌ای رو در اختیار شما قرار میدیم که اون پروژه رو انجام بدید که قبل از وارد شدن به بازار کار یک رزومه‌ای برای خودتون داشته باشید. در پکیج سوم به غیر از مواردی که در پکیج 1 و 2 بود، ما یک تضمین استخدامی رو براتون در نظر گرفتیم که کمکتون می‌کنیم وارد بازار کسب و کار بشید و استخدام بشید. تنها موردی هم که میمونه باید بهتون بگم این هستش که این ویدیو در ابتدای هر قسمت قرار میگیره. اگر این ویدیو رو یک بار مشاهده کردید، در سری‌های بعدی لطفا این ویدیو رو به جلو بزنید و به آموزشتون برسید. روز خوش. جلسه اول شروع میکنیم. جلسه اول کلا با ساختار فرانت اند و اینکه با چه زبان‌های برنامه‌نویسی نوشته میشه استارت کار رو میزنیم. اولین چیزی که باید بدونید ساختار برنامه نویسی فرانت انده که با 3 تا زبان HTML، CSS، JavaScript نوشته میشه. HTML همون ساختار به حساب میاد که امروزه به زبان HTML5 بهش میگیم مینویسیم. ساختار یه دونه سایت، بدنه سایت انگار اسکلت ساختمونه. CSS به اون نماکاری و اون دیوار رو گچ کردن و رنگ کردن و نقاشی کردن و اینا گفته میشه تقریبا، اگه بخوام به زبان ساده بهتون بگم. مورد بعدی جاوا اسکریپت که به هوشمندسازی میگه. اون آیفونی که زنگ میخوره شما ور میدارید در رو وا میکنید، دکمه‌ای که میزنید در رو وا میکنید، به اینها میشه گفت جاوا اسکریپت. این تعریف فرانت اند به زبان ساده بود، یعنی به زبانی که دیگه راحت باید درکش بکنید که HTML چیکار میکنه، CSS چیکار میکنه و جاوا اسکریپت چیکار میکنه. کدهای HTML و CSS دستوری هستند، باید حفظ بشید، باید حالا بدونید چه کدهایی وجود داره و چه کارهایی انجام میده که بتونید اونو با ساختار پیاده سازی بکنید. ولی تو جاوا اسکریپت این شکلی نیست، به برنامه نویسی خیلی نزدیکتره. شما یه سری دستورات رو یاد میگیرید، با اون دستورات باید از هوشتون استفاده کنید و برنامه ریزی کنید و ساختار نویسی کنید و پیاده سازیش کنید. این از HTML و CSS و جاوا اسکریپت. ما کلا ساختار HTML رو الان میخوایم شروع کنیم. اول با HTML شروع میکنیم، بعد میریم سراغ CSS، بعد میریم سراغ جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت هم لطفا با جاوا اشتباه نگیرید. جاوا یه زبان برنامه نویسی دیگه است، جاوا اسکریپت یه زبان برنامه نویسی دیگه است. بعد از اینکه جاوا اسکریپت رو یاد گرفتیم، ریاکت و نکست و اینا هم یاد میگیریم که برای فرانت اند پیشرفته معمولا از یه فریم استفاده میکنن که ممکنه انگولار باشه، ریاکت باشه، نکست باشه و خیلی از فریم های دیگه که معروف ترینشون ریاکت و انگولارن که ما ریاکت رو کار میکنیم. خب برای شروع اولین چیزی که میخوام بهتون یاد بدم، من یه دونه حالا اینجا براتون چیزم آماده کردم، جزوه هم آماده کردم که اگر خواستید میتونید ازش استفاده بکنید که حالا ساختار HTML چیه. HTML از 2 تا جزء تشکیل شده که بهش تگ و اتریبیوت میگن. اینجا خود جزوه همون جوری که میبینید هر چیزی که من میگم توی جزوه براتون گذاشتم. تگ چیه، حالا اتریبیوت چیه، در موردش صحبت میکنیم. برای استارت میریم یه ساختار اولیه HTML رو پیاده سازی کنیم که بفهمیم اصلا کلا HTML چیه، این ساختار بدنه چی هستش، تگ چیه، اتریبیوت چیه. برای استارت نطفت ما میکنم که بهتون یه سری چیزها رو با دست بنویسم که متوجهش بشید. حالا اسم اینو میذاریم. قبل از هر چیزی برای هر پروژهتون، برای هر کاری که انجام میدید یه فولدر وا بکنید و یه اسم گذاری براش بکنید. ما اینو میذاریم وب 1 سیزن مثلا 01 که جلسه اوله. این نوتپدمون هم میاریم داخل این که یه ذره مرتب تر باشه.
میام یه اسم براش میذاریم. ایندکس معمولا به معنی صفحه اصلیه، حالا من ایندکس رو گذاشتم، بازش میکنیم. میخوایم ساختار اولیه کد HTML رو با همدیگه ببینیم. اولین چیزی که یاد میگیرید تگ. هر چیزی که با کمانک باز بشه و با کمانک بسته بشه بهش تگ میگن. انقدر اینو با هم کار میکنیم که دیگه این ملکه ذهنتون میشه. اولین تگی هم که بهتون معرفی میکنم تگ خود HTML. HTML هر تگی باز میشه باید بسته هم بشه، به غیر از حالا تگای امتی. یه اسلش که میخوره HTML یعنی اینکه این تگو بستیم. الان ما اینا تگ های کانتینره که الان کانتینر رو امتی هم بهتون جلوتر توضیح میدم. تگ HTML دو تا زیر مجموعه داره که بهش تگ هد و تگ بادی میگن. این اجبار ساختار بدن HTML. نمیتونید مثلا بگید این ساختار نزنم یا هد نداشته باشه یا بادی نداشته باشه. این هد هستش و تگ بعدی تگ بادی هستش. بادی که معنیش میشه همون بدنه، ساختار، هر چیزی که برای نمایش هست توی تگ بادی قرار میگیره. هر چیزی که برای ارسال دستور هست یا برای علائم سئویی هست و کدهای سئویی درونش قرار میگیره توی تگ هد قرار میگیره. هر کدوم تگای خاص خودشونو دارن، ولی قبل اینکه بخوام تگای داخل اینا رو بهتون توضیح بدم، یه سبک کد زدن ما داریم به اسم کلین کد، تمیز کد زدن. برای اینکه یه ساختار کدنویسی رو راحت درک بکنید و اگه یکی داره کدتون رو میبینه بفهمه چی به چیه و کد تمیز هستش، کدوم کد زیر مجموعه کدوم کد، اینا ما باید کلین کد بزنیم. کلین کد یعنی چی؟ یعنی اگر HTML داخلش تگ هد و بادیو داره، این دوتا باید یکی تب بخوره، یعنی یه پله بیفته جلو، که این نشون دهنده اینه که تگ هد و تگ بادی زیر مجموعه HTML هن. اگه من یه تگ زیر بادی بزنم، باید مثال تگ بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم پی هستش که تگ پاراگراف توش متن میذاریم. میام دو تا تب میزنم که یعنی این تگ زیر مجموعه تگ بادی هستش. تگ هد یه دونه تگ اجباری داره که ارزش سئویی بالایی داره و بالای هر متن میفته که اونم همیشه وجود داره. تگ تایتل اونم بهتون معرفی میکنم که ازش استفاده بکنید. این ساختار اولیه است، یعنی این کدایی که الان دارم میزنم به غیر از پی اجباریه، باید توی هر صفحه وجود داشته باشه. مثلا میزنم مرتضی که بهتون نشون بدم کجا هم نمایش داده میشه تگ تایتل اسلش تایتل. پس هر تگ، هر چیزی که یا هر نوشته‌ای که با کمانک باز بشه و بسته بشه بهش تگ میگن. ما کلا دو مدل تگ داریم، اینو بهتون میگم، حالا جلوترم خیلی ازش استفاده میکنیم. تگ امتی، تگ کانتینر، تگی که باز بشه و سوا بسته بشه و درون خودش یه چیزی قرار بده، حتی تگ، حتی نوشته، حتی کد، هر چیزی درون خودش قرار بده بهش میگن کانتینر. تگ امتی تگیه که فقط خودش یه کاری رو انجام میده، چیزی درونش قرار نمیگیره و وقتی که باز میشه همونجا هم بسته میشه. مثل تگ بیار که برای وردپرس و اینا خیلی استفاده میشه ولی ما زیاد توی CSS و HTML استفاده نمی کنیم. خودش درون خودش بسته شده، یعنی این تگ همینه، تموم شد. یه کمانک باز، یه کمانک بسته، یه بیار وسطشه، تمام شد. این کد یک خط میندازه پایین. نمونه های زیادی داره تو تگای سئویی، تگ متا دیسکریپشن و متا تایتل و متا کیوردز و اینا هستش که در آینده یاد میگیریم. اینا همشون تگای امتی هستن، درون خودشون یه چیزی رو قرار میدن، وسطشون چیزی قرار نمیگیره، بهشون میگن تگ امتی. انقدر ازشون استفاده میکنیم که ملکه ذهنتون میشه. ما الان یه ساختار اولیه نوشتیم، حواستون باشه این دوتا، حالا من این دوتا رو فعلا برش میدارم. این ساختار اولیه HTML که شما باید این گزینه ها رو داشته باشید. قبل از HTML هم یه دونه داک تایپه که یه ذره جلوتر در موردش صحبت میکنیم، اونم تو همه هستش ولی اینا تقریبا به صورت خودکار خود VS Code برامون میزنه. من اینجا براتون دستی نوشتم که یه ذره درکتون بیشتر شه.
الان دو تا تگ رو بهتون معرفی کردم، تگ پی، تگ بیار. تگ بیار یک خط میندازه پایین، تگ پی نوشته درونش قرار میگیره. من الان بنویسم مرتضی بهلول زاده. اگر بخوام اینو به نمایش بذارم بهتون یه تگ دیگه هم که جزو اچ گروپ ها هستش معرفی میکنم، تگ اچ1 که اونم میخوام بهتون نشون بدم. تگ اچ1 تگ های هد هستش که ارزش سئویی دارن بیشتر و خودشون نوشته هاشون بزرگ و کوچیک از 32 پیکسل تا 14 پیکسل که جلوتر بهتون میگم. این تگ ها الان من تقریبا نوشتم. توجه کنید موقع بستن تگ کانتینر یه اسلش میخوره، حواستون باشه. اونجاست که متوجه میشه این تگ اونجا بسته شده. الان اگه من بخوام بنویسم اینجا بنویسم مثلا محمد، که متوجه بشید محمد اچوان مرتضی بهلول زاده چیزه. حالا بر فرض مثلا ما این کد رو نوشتیم و الان میخوایم به نمایش بذاریم. من یه کنترل اس میگیرم. اگه بخواید این کد رو به نمایش بذارید اینجا، من حالا بستمش، نمیتونید با فایل txt ببینیدش، باید حتما تمام پسوندهای شما .html باشه. پسوندهای دیگه هم مثل PHP اینا وجود داره که مال سیستم برنامه‌نویسی بک‌انده، ولی ما فرانت اندیم و با index.html که یعنی صفحه اصلی اینو تغییر میدیم. وقتی اینو تغییر دادیم پسوندش رو .html به بروزر دیفالت حالا خود ویندوزمون تبدیل میشه. حالا ممکنه اینجا مال من کروم، مال شما فایرفاکس باشه، مال شما سافاری باشه، هر چیزی اینجا میتونه باشه. اگر دیدید پسوندتون نمایش داده نمیشه، از قسمت ویو میتونید پسوندها رو نمایش بذارید. شو فایل نیم اکستنشن، اگر اشتباه نکنم آره همین فایل نیم اکستنشنه که میزنید پسوندتون نمایش داده میشه. اگه پسوند نمایش داده نمیشد که txtه، یا با یه سرچ راحت اگر مک هستید یا اگر دارید از پلتفرم دیگه استفاده میکنید میتونید با یه سرچ پسوندتون رو باز بکنید. الان این index.html بروزر دیفالت منه. وا کنم محمد رو میبینم، مرتضی بهلول زاده رم میبینم. اولین تگ این اچ1 هستش، اینم تگ پی هستش که داره به ما متن رو نمایش میده. جفتشون برای متن استفاده میشه، اون برای هدها استفاده میشه، سرتیترها استفاده میشه اچ1 و اچ2 و اچ3. حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم. پی تگ پاراگراف، هر چقدر دوست دارید توش متن بندازید و این کار رو انجام بدید. خب بعدیش گزینه تایتل بود که من اسم خودم رو نوشتم مرتضی. دیدید این بالا نمایش داده میشه مرتضی رو. حالا این تایتل یه جایی که نمایش داده میشه اینجاست و جای دیگه ای که نمایش داده میشه این قسمت آبی رنگ سرچ گوگل هستش که ارزش سئویی داره. جلوتر در مورد ارزش سئوییش با هم صحبت میکنیم و بررسی کاملی ازش قرار میدیم. حالا من اینو زدم، میخوام بهتون یه سری تگ دیگه معرفی بکنم. دوباره یه دونه نوتپد وارد میکنم که یه ذره با ساختار کد بیشتر آشنا بشید. میزنم ایندکس 1 نه 2 حالا دات تی اکس تیه و مجدد کد HTML رو مینویسیم. ساختار اول HTML یک کمانک وا میکنم میبندم. حالا میتونم اینجوری کار کنم، میتونم به HTML رو بنویسم بعد کمانک رو ببندم. کمانک باز اسلش HTML تگ بسته شد. به این تگ میگن تگ کانتینر. دو تا تگ درون خودش داره، تگ هد که با همون کمانک باز اسلش هد کمانک بسته میشه و تگ بعدی تگ بادی هستش. بادی اسلش بادی. خب تگ هد یه دونه تگ اجباری داشت به اسم تایتل اسلش تایتل. خب الان همینجوری که میبینید من کلین کد نزدم. کلین کد نمیزنید کدتون کثیفه، نمیفهمی کدوم کد زیر کدوم کد پدرش کدومه، والدش کدومه و فرزندش کدومه. برای همین یه تپ به این بزنم، هم کدم شیک‌تر میشه، هم راحت‌تر میتونم کد خودم رو خودم بخونم.
خب یه تگ دیگه میخوام بهتون معرفی کنم، تگ فونت منسوخ شده است. چون میخوام الان ازش یه استفاده ببرم میخوام بهتون معرفیش بکنم. تگ فونت مثل تگ پی هستش، ولی همون تگ پی پاراگراف قدیمیه که الان تقریبا منسوخ شده، ازش استفاده نمیشه. یه دونه تگ فونت میزنم، اسمم رو مینویسم و یه دونه هم تگ پی میزنم برای اینکه مشخصم بشه. یه دونه عدد 13 هم میذارم جلوش، نه میذارم 15. خب تگ پیمو میبندم. همیشه باید تگ بسته باشه، اگه بسته نباشه کدتون کار نمیکنه. یه اسلش نذارید کدتون کار نمیکنه و هیچ چیزی دیگه ای، هر کوچیکترین چیزی مثل کمانک نذارید کدتون کار نمیکنه. باید همه اینا رو بذارید. الان بحثی که میخوام بهتون بگم، یادتونه بهتون گفتم HTML تشکیل شده از یه سری تگ و اتریبیوت. تگ و باش آشنا شدیم. الان میخوام بهتون اتریبیوت رو معرفی کنم که تقریبا میشه بهش گفتش که مثل استایل دادن، مثل هر چیزی، مثل ویژگی دادن میمونه که باید انجامش بدید. هر متنی مثل نمونه اولش، اولین اتریبیوتی که بهتون معرفی میکنم استایل هستش. هر متنی جلوش مساوی دبل کوتیشن باشه میشه اتریبیوت، یعنی خاصیت، ویژگی. یه خاصیت و ویژگی ما میخوایم الان به فونت اضافه کنیم. مثلا خاصیت کالر میزنیم، مساوی میذاریم و کوتیشن میذاریم رد. ببخشید اینجا رو من اشتباه نوشتم، از اول توضیح میدم. هر چیزی که نوشته باشه مساوی دابل کوتیشن، داخلش کد CSS قرار میگیره. کالر دو نقطه رد. الان من یه رنگ تعریف کردم برای این، همینو الان بردارم برای پایینی بنویسم. حالا مثلا کالر اینو گرین میکنیم که مشخص باشن. الان از اینا کپی میگیرم، حالا از اینو سیو میگیرم و میایم برای نمایش دادنش. الان بخوایم نمایشش بدیم باید پسوند txt رو به html تبدیل کنیم. من سیو نگرفته بودم، اونو بستم و کلا پرید دو مجدد نوشتم براتون. الان میبینید رنگ مرتضی قرمزه و مرتضی 15 شده سبز. به این میگن خاصیت دادن. ممکنه رنگ باشه، ممکنه ارز باشه، ممکنه فونت باشه، ممکنه هر چیزی باشه، هر نوع خاصیتی. ممکنه تارگت بلانک باشه که برای اینکه لینکتون توی یه صفحه دیگه باز بشه. به این به طور کل اتریبیوت میگن. با مبحث اتریبیوت و تگ که ساختار کل HTML تقریبا الان آشنا شدیم. بریم که یه دونه صفحه جدید واکنیم که حالا قصدم از این که تگ فونت رو وارد کردم بهتون کامل توضیح بدم. اینجا میزنم ایندکس 3.txt، واردش میشیم. خب من این ساختار رو اینجا پیست میکنم. من پیست میکنم، شما باید مجدد همه اینا رو بنویسید. من حالا به جای کالر، برای اینکه میخوام یه چیزی رو بهتون مفهومی بهتون برسونم، اینو به بوردر تبدیل میکنم. بوردر معمولا یه کد CSS، کد بعدی CSS، ولی الان قرار نیست باهاش آشنا بشید. اینا رو در آینده بهتون توضیح میدم. الان برای اینکه مفهوم رو میخوام بهتون برسونم دارم ازش استفاده میکنم. یک پیکس سالید همون رد باشه و همینو الان کپی میکنم برای اینکه اشتباه نشه و میام اینجا پیستش میکنم. خب الان من از این سیو بگیرم و اینجا این رو هم HTMLش میکنم، میتونم خروجیم رو ببینم. وقتی حالا میام خروجیم رو میبینم، میخوام بهتون تگ بلاک لول و اینلاین لول رو بگم.
تگ فونت یک تگ اینلاین لوله، یعنی خودشو فقط در بر میگیره. تگ پی یه تگ بلاک لوله، خودشو که در بر گرفته هیچ کل خط رو با خودش مشغول کرده، درگیر کرده. حالا این تگ اینلاین لول با تگ بلاک لول چه استفاده هایی داره؟ انقدر این استفاده ها زیاده که نمونه مثالیشو میتونیم روی تگ لینک دادن بدیم. مثال میگم، شما یه پی داری که کل خط رو در بر گرفته، وسطش یه تیکه متن رو میخوای لینکش کنی. وقتی میخوای لینکش کنی، اگر شما یه پی دیگه بزنید، اون متن میفته خط بعدی، یعنی اینجاست میفته خط بعدی. مثل الان کاری که من میکنم، مثلا همین الان اگر بخوام خیلی مفهومی ترش بکنم براتون و خیلی ساده ترش بکنم، میام میذارم روی ایندکس 4 یه توضیحی اینجا بهتون بدم. دوستی خب سایلش کال جواب بشه برای اینکه برده رو میندازم، برای اینکه یه ذره درکش بکنیم. اگر این رو هم کنیمش برده، حالا من داخل تگ پیم اگر به صورت مثلا مرتضی 15 نوشتم، یه مرتضی دیگه هم بذارم که بزنیمش، حالا مثلا اینو 8 که میخوام وسطش رو بفهمین، وسطش یه تگ پی واکنم اسلش پی. الان این تگ رو بستم، وسط این میخوام یه متنی بنویسم، بنویسم مثلا محمد رضا که مشخص باشه. از این یه سیو میگیرم، یه خروجی میگیرم، میام اینجا پسوندم و درست میکنم. این کار رو به خاطر اینکه تکرار بشه و تکرار مکررات باعث میشه که تو ذهنتون بمونه انجام میدم. HTML و یه سو میزنم و واردش میشم. میبینید مگه مرتضی 8 داخل پی نبودش که مرتضی 15 بود؟ چون اینها در برگیرندن، پی که وسطش نشستیم نوشتیم کل خط رو در بر میگیره، خودش یه خط انداخته پایین، پس نمیتونی اون محمد رضا اون وسط قرار بگیره. علی اگر من فعلا با یه دونه چیز اینو وا میکنم که سریع بهتون بگم که از این مبحث بگذریم، ولی اگر این تگ پیو تگ فونتش کنم، یعنی تگ اینلاین لول، حالا این خاصیتایی نیست که ما برای تگامون تعریف کرده باشیم، ما خاصیت‌هاییه که از قبل تعریف شده، شما باید بفهمید. فقط هم با CSS میتونید اینلاین و بلاک رو از یه تگ بگیرید و بهش بدید که جلوتر با هم چیز میکنیم. اگر من اینو سیو بگیرم و بیام مجدد 4 رو خروجی بگیرم، دیدید محمد رضا افتاد وسط. پس تگ اینلاین به درد اینجا میخوره که من وسط پین میخوام به اصطلاح تگ تگ لینک کردن، میخوام این محمد رضا رو لینک کنم به یه صفحه دیگه ای. در آینده خیلی در موردش صحبت میکنیم، زیاد گیج نشید در این مورد، فقط بدونید تگ اینلاین چی کار میکنه و تگ بلاک چی کار میکنه. بلاک لول این هستش و اینلاین لول این هستش. الان این افتاد اینجا، پس متوجه شدیم که تگ بلاک لول و اینلاین لول تقریبا تو چه مایه هایی هستش. خب مبحث بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه نرم افزاریه که باهاش خیلی‌ها دارن کد میزنن، فوق‌العاده سبکه، فوق‌العاده کاربردی و خیلی استفاده میشه که بهش VS کد میگن. برای ما وب استورم هم خیلی جواب میده، چون برای برنامه‌نویسای فرانت اند طراحی شده وب استورم، ولی VS کد فوق‌العاده سبک و سریع هستش. یه سرچ بکنید VS کد دانلود، اینجا براتون میاره. میتونید دانلود ویژوال استودیو کد رو بردارید، حالا مثلا دانلودش کنید، حتی خود صاف 98 هم دارتش. حالا مراحل دانلود و نصب و اینا رو من نمیخوام دیگه مثلا خیلی وقت گیر بشه، اگه نتونستید نصب کنید بگید من فایلش رو میفرستم، یعنی دست بدید من خودم براتون نصبش رو انجام میدم. میتونید از همین سایت های ایرانی خودمونم همینجا VS کد رو بگیرید، لیست دانلود داره اینجا برای تمام پلتفرما، همونجوری که میبینید برای مک، برای ویندوز و هر نوع پلتفرمی که بخواید دارتش. دانلودش میکنید، حالا
نصبش اینیستالش تونتونه، اینیستال نکس بزنید تو درایو سی تونم نصبش بکنید. وقتی که نصبش تموم بشه یه همچین چیزی رو اینجا دارید که میتونید باهاش کد بزنید. این نرم افزار بهتون کمک میکنه که هم سرعتی کد بزنید، تمیزتر کد بزنید، شکل و شمایل بهتری داشته باشه کد زدنتون. حالا من این فایلی رو اینجا باز داشتم، الان اینو آورده، ولی من فایل رو که بزنم اینجا میتونم نیو فایل درست کنم، میتونم فایل درست کنم، میتونم پروژه‌مو باز بکنم. الان من نیاز دارم اوپن فولدر بکنم توی دسکتاپم، وب صرف یک SS01 رو میخوام وا کنم، سلکت رو که بزنم سیو، حالا این مال قبلی است، وام بکنم یه همچین صفحه مواجه میشم. ایندکس میبینید همون ایندکس هایی که اونجا نوشتم، کدایی که نوشتم اینجا خیلی شکیل تمیز داره. تگی که اینجوری قرمز شده رو خودش داره تعریف میکنه، یادتونه بهتون گفتم منسوخ شده از تگ فونت، اینجا داره قرمزش میکنه به معنی اینکه این تگ منسوخ شده است، نباید ازش استفاده بکنی. و همین الان میبینید دوباره بازم فونت رو چیز کرده، اینجا رنگ و حتی کمکی بهتون میده، حتی پالت بهتون میده. جلوتر خیلی با این پالت ها و اینا کار میکنیم که براتون مفهومی تر بشه. ما یه مبحثی که داریم اینجا برای فایل ساختن جدید دیگه نیاز نیست بیارید txt بسازید بعد بیاید مثلا بکنیدش html، میتونید نیو فایل بکنید. فقط حواستون باشه نیو فولدر رو با نیو فایل اشتباه نگیرید. نیو فولدر پوشه ایه که توی ویندوز وا میشه، نیو فایل هستش، همون فایل txt، فایل html. شما اگر وارد یه برنامه‌ای بشید، یه پروژه‌ای بشید، بخواید دسته‌بندی کنید، باید نیو فولدر وا کنید، توی هر کوشه فایلتون رو بذارید. ولی اگر بخواید مثلا فایل درست کنید که توش کد بزنید، باید نیو فایل رو بزنید. من اگه نیو فایل رو بزنم اینجا به هم اجازه میده یه فایلی بسازم، حالا ایندکس 5 .html دیگه، اینجا html میزنم. VS کد به همون قابلیت‌های خیلی بالایی میده. قبلا افزونه‌ای بود به اسم امت که باید نصبش میکردیم، ولی الان دیگه نیاز نیست نصبش کنید، الان به صورت خودکار خودش اینو نصب داره. امت بهتون کمک میکنه توی کد زدن، دیگه نیاز نیستش خیلی سخت کد بزنید، بشینید از اول همه رو تایپ بکنید. یه دونه علامت من تعجب اینجا بزنم، چه تب چه اینتر هیچ تفاوتی نداره، با هر کدوم راحت هستید. من با تب راحتم. یه تب بزنم ساختار اولیه HTML رو برای من نوشت. یعنی هر بار من پروژه باز کنم نیاز نیست بشینم بنویسم کمانک رو باز کنم بزنم یا علامت کوچیک بزرگترم که بهش میگم باز کنم بزنم HTML و اینا. حالا این ساختاریه که ابتدا باید حالا ما نوشتیم، ولی یه سری چیزا هم اضافه تر داره که میخوام حالا اونا رو هم بهتون توضیح بدم. اولین گزینه داک تایپه. ما داک تایپ های مختلفی داریم. داک تایپ ارزش سئویی بالایی داره. شما دارید به داک تایپ که بهش میگید اینجا HTML زدید، دارید به گوگل یا به هر پلتفرمی که داره سایت شما رو با رباتش بازبینی میکنه مثل بینگ و اینا، سرچ کنسول ها، بهش میگید که از چه زبانی استفاده کردید، از چه ورژن HTML استفاده کردید، ورژن HTML 1 4 401 یا 5. الان دیگه کلا تقریبا تمام داک تایپ ها منسوخ شدن و فقط داک تایپ HTML که همون HTML5 که یعنی شما دارید به بروزترین زبان برنامه نویسی دنیای HTML کد میزنید معرفی میکنه. ولی برای اینکه با اون قدیمی هم آشنا باشید، یه جایی دیدید نگید این چیه و اینا، من یه داک تایپ میزنم و یه WTD اسکول یکی از جاهای خیلی معتبریه که میتونید ازش استفاده بکنید برای آموزش، برای یادگیری، برای اینکه کداتون رو ببینید اونجا هست نیست، مشکل دارید، میتونید با یه سرچ اونجا کدای HTML و دستوریشو پیدا بکنید. کدی رو یادتون بره یا نیاز داشته باشید یه کدی مثل عکس میخواید بذارید، ویدیو میخواید بذارید تا حالا نذاشتید، میتونید مثلا کدای ویدیو رو اینجا مشاهده کنید. این داک تایپ رو که بزنم نگاه کنید، خودش هم داک تایپ HTML رو اگزمپل داده. میتونید اینجا حتی با تراییت لحظه‌ای ببینید که چه کارایی انجام میده هر نوع کدی که اینجا وجود داره. این داک تایپ رو دارید میبینید، داره بهتون میگه این داک تایپ رو کدوم مرورگرها ساپورت میکنن. همون جوری که میبینید داک تایپ HTML رو تمام مرورگرها ساپورت میکنن، ولی یه سری داک تایپ های قدیمی هستش که همه مرورگرها ساپورت نمیکنن، منسوخ شدن.
ولی شاید یه سایت کدنویسی بیاد زیر دستتون که قدیمی باشه و این گزینه رو داشته باشه داک تایپ HTML پابلیک. می‌بینید از HTML 401 استفاده کرده. متوجه چیه؟ یعنی یه نسخه قدیمی‌تر از HTML5. یا از XHTML استفاده کرده، نسخه 1.1. اینا تقریبا منسوخ شدن، برای کدنویسی‌های جدید به هیچ عنوان از اینا استفاده نمیشه. ولی اگه یه سایت قدیمی دستتون بگیرید که بخواید مثلا مشاهدهش بکنید و ببینید که مثلا این داک تایپو داره، نباید بترسید یا نباید اینو تغییرش بدید به داک تایپ HTML که HTML5. چون این زبانی که کل صفحه باش کد نویسی شده XHTML نسخه 1 هستش، مگه اینکه کل ساختار کد و کل کد نویسی رو عوض کنید و بکنیدش HTML5. این از داک تایپ. داک تایپ فقط از این استفاده میشه، داک تایپ HTML که زبان برنامه‌نویسی HTML5 رو داره میگه، بروزترین زبان برنامه‌نویسی رو شما دارید استفاده میکنید. این از داک تایپ ها. داک تایپ ها تقریبا میبینید که خود وی اس کد براتون میزنه. گزینه بعدی که داریم باش مشاهده میکنیم که تا الان توضیح ندادم، لنگویج، زبانه. میتونید تعریف کنید، ارزش سئویی داره که بگید الان تو کدوم کشور دارید برنامه نویسی میکنید. این سایت که دارید میزنید برای کدوم کشوره؟ برای کشور ما FA و ما با FA و EN استفاده میکنیم، انگلیسی یا فارسی. زبان دیگه استفاده نمیکنیم. ولی اگر خواستید با یه سرچ میتونید لیست 2 کلمه‌ای کل زبانهای دنیا رو به دست بیارید و هر زبانی که دارید کد نویسی میکنید رو اینجا بزنید. بعدش که میریم تگ هد. داخل تگ هد متا تگ ها که بهتون گفتم ارزش سئویی داره اینجا هستش. چرست UTF-8 هستش که خودش برامون زده که برای ساپورت کردن زبان فارسی و تمام زبانهای دنیا استفاده میشه که برای بروزترین باید باشه، جزو ساختار اولیه میشه حسابش کرد. بعدی متا نیم ویوپورت هستش. اینم ارزش سئویی داره برای ریسپانسیو بودن و ریسپانسیو کردن وبسایتتون استفاده میشه که داره میگه ویدیو اسکیلش تغییری پیدا نکنه، برای حالت موبایل و اینا استفاده میشه. اگه اینو نذارید ازتون سرچ کنسول یا حالا موقعی که دارید سئو انجام میدید ایراد میگیره، باید وجود داشته باشه. تایتل رو که بهتون توضیح دادم، اینجا متن حالا بالاتون رو قرار میدید. هد تموم شد. بادی و HTML. الان ساختار اولیه HTML کامل با هم بررسی کردیم و VS Code خودش با یه علامت تعجب که شیفت و 1 هستش و یه تب کل این ساختار رو برای ما هر بار می نویسه. یعنی من اگه 10 تا دیگه هم بکنم همین کارو بکنم، برام ساختار اولیه رو نوشته. حالا راحت‌تر میتونم بیام به بقیه گزینه هام برسم و توضیح بدم. برای اینکه حالا مثلا یه ذره ببینیم مثلا شرایط چجوری هست و تا کجا پیش رفتیم، یه سر به جزوه میزنم ببینم چیزی جا نمونه. تگ کانتینر رو MT رو بهتون توضیح دادم. فقط این گزینه رو حواستون باشه دیگه، تگ متا تگ UTF-8 تگ MT هستش، کانتینر نیست، چیزی وسطش قرار نمیگیره. خودش یه کاری رو انجام میده، تموم شد رفت. خودش داره چرست UTF-8 رو اتچ میکنه به پروژمون. و همینطور متا تگ های دیگه ای هم داریم، لینک داریم که یه سری مثلا فایل های دیگر رو از جاهای دیگه به اتچ میکنه به صفحمون که در آینده در موردش صحبت میکنیم، خیلی درگیرش نشید. الان بریم توی جزوه یه چک بکنیم. اتریبیوت رو توضیح دادم، ایندکس HTML رو اینو توضیح دادم که حالا مثلا اگر HTML بزنید بروزر دیفالت باشه، حالا مثلا یا کروم یا اج یا فایرفاکس یا سافاری داشته باشید، با هر کدوم میتونید بازشون بکنید. گزینه بعدی داک تایپ ها بود که توضیح دادم، ساختار اولیه HTML. گزینه بعدی داک تایپ، همون داک تایپ 4 و XHTML 1.1. یه سری اتریبیوت داریم، کالر، فیس، سایز، الاین. اینا تقریبا میشه گفتش منسوخ شدن و زیاد استفاده نمیشن، ولی حالا یک بار ازشون استفاده میکنیم که یکم باشون آشنا بشید. خب اینا کلا اتریبیوت هایی هستن که دیگه تقریبا استفاده نمیشن، منسوخ شدن. یه دونه نمونهشو میزنیم، فقط اگر جایی دیدید مثلا بهش برخورد کردید. حتی اتریبیوت
ویدیو هایت رو هم داریم، معمولا تو ایمیجا خیلی استفاده میشه. مساوی دبل کوتیشن، خودش دبل کوتیشن رو برام گذاشت، میزنیم مثلا 10، سایز رو تغییر میده. وقتی میایم توی خروجی یه فنج بزنیم میبینیم که سایز مرتضی بزرگ شد دیگه. ما به تگ فونت دادیم به همون که مرتضی نوشتیم وسطش، سایز رو گذاشتیم. اینا منسوخ شدن با CSS. ما باید سایز و اندازه و ابعاد و حالا کالر و رنگ و اینا رو بدیم مثل این، ولی نه داخل اینجا. این CSS اینلاینه، برای سئو مشکل به وجود میاره. حالا جلوتر در مورد CSS های اینلاین و اینا هم صحبت میکنیم که نباید استفاده بکنیم. اینا هم تقریبا اینم منسوخ شده به حساب میاد. منسوخ شده که نیست، در اصل میشه گفت استفاده میشه، ولی ارزش سئویی خیلی پایینی داره و باعث میشه سئوتون به هم بریزه و گوگل رتبه پایینتری بهتون بده. خب از این مبحثا بگذریم. حالا میخوام یه سری المان ها و کد های ترکیبی VS کد رو بهتون یاد بدم. یه دونه فایل جدید وا میکنیم، index 6.html. خب این هم یه دونه علامت تعجب، تب یا اینتر. من الان اینتر این سری زدم، استفاده میکنیم. اینجا موقعی که میخواید تگ بنویسید، کد بنویسید یا هر چیزی بنویسید به راحتیه. یه تگ پی میخوام، یه پی بزنم، یه تب بزنم، خودش تگ پی رو برام نوشت، آکولات باز کرد، بس خود کد رو برام بس. حتی نیاز نبود بفهمم که این تگ امتیه یا تگ کانتینره. به طور مثال بیار بزنم، تب بزنم، میبینید که خود تگ بیار رو برام نوشت بدون اینکه بخوام کد نویسی کنم، آکولادی باز کنم یا ببندم. حتی میتونید با آکولاد رو با کنید. مثلا من تگ مثلا H میخوام، H1، اینجا اینتر رو بزنم نبست برام، ولی خودم کدم رو بستم، یعنی آکولاد بسته رو گذاشتم، خودش برام تگ رو بست. الان میخوام مثالی بزنم از تگ empty و تگ کانتینر. تگای empty چه کارایی انجام میدن؟ تقریبا الان مثلا میتونید از عذرخواهی میکنم مجدد توضیح میدم. میخوام تگ empty و کانتینر رو تفاوتشو بهتون به صورت خیلی طبیعی و عملی بگم. اینجا ما یه تگ پی داریم که توش نوشته دوباره به اصطلاح مرتضی، مثلا 12 میذارم، یه عدد میذارم که متوجهش بشید. تگ برای اینکه از خیلی واضح بهتون بگم که تگ بیار چی کار میکنه، این تگا رو به فونت تبدیل میکنم که بلاک لول نباشن، اینلاین لول باشن، در بر گیرنده باشن. اینو ازش یه کپی میگیرم، میام پایین بیار میذارم. دومین تگ empty که میخوام بهتون معرفی کنم و خیلی کاربرد داره، تگ HR هستش. اینا توی وردپرس خیلی استفاده میشن، ولی توی کد نویسی به هیچ عنوان سعی میکنیم ازش استفاده نکنیم، چون خیلی شیک و ترتمیزتر میتونیم توی CSS به این المان ها ویژگی بدیم و بتونیم به هر نوعی ازشون میخوایم استفاده کنیم و شکل و ابعاد و اندازه و فاصله و اینکه بالا چقدر فاصله بگیره، پایین چقدر فاصله بگیره رو انجام بدیم و بهشون اعمال بکنیم. الان میخوام یه خروجی از این بگیرم، فقط تقریبا ببینید که این کد چی کار میکنه. ببینید اگر دو تا تگ فونتو حتی پایین همدیگه میذاشتم، این دو تا تگ رو پایین همدیگه میذاشتم، باز دو تا متن من جلو میافتاد. اینو میکنم این 13 که متوجه بشید. به طور مثال من الان بیار رو برداشتم، دو تا تگ فونت رو 1000 تا اسپیس میزنم، یه کنترل اس میزنم، میام اینجا یه رفرش میگیرم، میبینید باز این دوتا جلوی هم افتادن. اسپیس و اینتر توی کد نویسی عمل نمیکنه. شما باید یا به المان ها با CSS این المان ها رو از هم جدا بکنید، یا با اینکه حالا تگتون کانتینره یا تگتون تگتون بلاک لوله یا اینلاین لوله. الان اگه تگ من تگ پی بود، خودش این دوتا رو مینداخت زیر هم، ولی چون تگ حالا به اصطلاح من بر فرض مثلا اینجا تگ پی ندارم استفاده کنم، تگ فونت استفاده کنم، اگه بخوام اینا رو بدون استفاده از CSS از هم جدا کنم یا بندازم پایین، باید از تگ بیار استفاده کنم. الان اینو بزنم
من فقط یه تگ بیار بهش اضافه کردم دیگه. یه F5 بزنم میبینم انداخت خط پایین. حالا اگر بیام از این تگ بیار کپی بگیرم و چندین تا ازش بزنم، میبینم چندین تا خط برای من آوردش پایین برای فاصله انداختن. حالا تگ HR چی کار میکنه؟ تگ HR هم تقریبا مثل بیاره، یه خط میندازه پایین ولی یه خط هم زیرش میکشه. اگه من یه دونه فونت دیگه بذارم، اینو بکنمش 14، اونم یه خط میندازه پایین ولی یه خط هم زیرش میکشه. ولی تو CSS من بهتون یاد میدم که تقریبا چطوری این خط رو کنترل کنید، به چه ابعادی باشه، چه شکلی باشه، چقدر عمر داشته باشه. کاملا میتونید شخصی سازیش کنید و زیاد از آن اصلا ما ازش استفاده نمیکنیم. ولی اگه وردپرس کار بکنید از HR و BR خیلی استفاده میشه توی سایت ها. الان اینم یه سیو ازش میگیرم و بریم. امیدوارم متوجه شده باشید تفاوت تگ امتی و کانتینر رو و متوجه شده باشید تگ بیار و تگ اچ آر چه استفاده هایی میتونه داشته باشه. ببینیم ایندکس 7.html میخوام بهتون اچ گروپ ها رو معرفی بکنم. تقریبا میشه گفتش که ما 6 تا H داریم، H1 تا H6. این H گروپ ها از 32 پیکسل که H1 تا 14 پیکسل که H6 استفاده میشن. توی SEO ما از H1 توی هر صفحه یک بار استفاده میکنیم. از H2 هر چقدر دوست داشته باشید میتونید استفاده بکنید. از H3 تقریبا میشه گفتش که بعد از H2 استفاده میشه، ولی معمولا از H4 و H5 و H6 زیاد استفاده نمیشه چون ارزش SEO پایینی دارن. H4 H5 و H6 همونطور که میبینید اینجا هم الان من اسم خودم رو دوباره مینویسم. 1 H1 از این کپی بگیریم، 2 3 4 کنترل 5 من گذاشتم روی چیز. الان من از این خروجی بگیرم، بعد اینو 32 پیکسل، اینو 14 پیکسل به ترتیب کوچیک به بزرگ به هم نمایش بده. ایندکس 7 رو وارد میکنم، میبینید که مرتضی 1 تا 5 و 6، ببخشید این فکر کنم آخریه رو اشتباه زدم، 6 مشاهده میکنید که از بزرگ تا کوچیک زده شده. ما یه قانونی داریم توی SEO که تقریبا این اچ ها باید یه ترتیبی با هم داشته باشن. ترتیب از بالا به پایین میاد، از پایین به بالا قابلیت پرش داره. H1 رو وقتی میزنید یک بار میتونید استفاده کنید تو بالاترین نقطه، بعدش H2 میزنید، زیر H2 میتونید H3 بزنید، ولی نمیتونید وقتی H1 دارید بلا فاصله از H3 استفاده کنید. از بالا به پایین باید ترتیب رعایت شه. ولی اگر H2 بزنید، H3 بزنید، H4 بزنید، H5 بزنید، میتونید مجدد دوباره توی متنتون از H2 استفاده کنید. از اینها هم استفاده میکنیم در آینده که یه کاربردش رو بیشتر درک کنید و بیشتر بفهمید. ولی این ترتیب رو بدونید که باید به صورت از بالا به پایین باشه. اولین H1 باشه، اولین سرتیترتون بعد از H1 باید H2 باشه. زیر H2 اگر میخوای سرتیتری که غیر ضروری معرفی کنید از H3 استفاده کنید. از H4 خیلی کم استفاده میشه. از این دوتا که اصلا تقریبا سعی میکنیم توی SEO استفاده نکنیم. برای همین از بالا به پایین. ولی اگر من H1 بزنم، H2 بزنم، بعد زیر H2 H3 بزنم، باز از H4 استفاده بکنم، میتونم بعد از اینکه از H4 استفاده کنم پرش بزنم و دوباره از H2 استفاده کنم. ولی هیچ وقت نمیتونم H2 بزنم، H3 نزده باشم و یه ضرب بیام H4 بزنم. پس از ترتیب از بالا به پایین باید رعایت بشه. اگرم اینجا H2 زدم، H3 زدم، H4 زدم، وقتی که دوباره H2 زدم دوباره نمیتونم بازم از H4 استفاده کنم. باز دوباره باید زیر H2 حتما یا H3 باشه یا خود H2 باشه. به هیچ عنوان نمیتونم از H4 استفاده کنم تا از H3 استفاده کنم که بتونم بعدش از H4
استفاده کنم. یه ذره مبحثش گیج کننده است، ولی بریم توی حالا اینکه بخوایم یه مقاله‌ای بزنیم یا یه متنی بزنیم کم کم متوجهش میشید. با اچ گروپ هم که آشنا شدیم، بریم مبحث بعدیم. یه مبحثی که میخوام داخل HTML بهتون بگم فرزند پدریه، پرنت و چایلد و دایرکت چایلد و سیبیلینگ. همونجوری که از اسمشون مشخصه، الان هد و بادی میشن چایلد HTML، تگ هایی هن که فرزند، در اصل میشه گفت اینجوری هم بزنیم که بیاد جلوتر بیشتر میفهمیم. الان HTML میشه پرنت هد و پرنت بادی، میشه پدر والد هد و بادی، و هد و بادی هم میشن چایلد HTML. بادی و هد هم میشن سیبیلینگ، خواهر و برادر، حالا همزاد، همون اصطلاحی که داریم. همینطوری H1 تا H6 الان چایلد بادی هستن، و بادی هم پرنت H1 و H2 و H3 و اینا هستش. همینطوری میتونیم به اینها الان سیبیلینگ به H1 سیبیلینگ H2 هم هستش. این ترتیب بندی تقریبا توی جاوا اسکریپت استفاده میشه، یعنی بیشترین استفادهش اونجاست که میتونید مثلا با توی ساختار حرکت کردن بفهمید که چجوری میتونید به فرزندها، پدر، والد و سیبلینگ ها دسترسی پیدا کنید و بهشون اعمال تغییرات بدید، که مثلا روی H1 کلیک شد، H2 که سیبلینگشه یه اتفاقی براش بیفته. اونجا خیلی کاربرد داره، فقط الان باید درکش کنید، بدونید H1 سیبلینگ H2 هستش. هد H1 تا H6 گذشتیم و تموم شد این مبحث. الان میریم توی مبحث پرنت و چایلد، فرزند و پدری و خواهر برادری، که میشه سیبیلینگ و پرنت و چایلد. الان هد و بادی در اصل چایلد HTML به حساب میان و HTML پرنت اونها به حساب میاد. باید بدونید که هر تگی داخل هر تگ دیگه ای باشه فرزند اونه، چایلد اونه، و هر تگی در کنار یه تگی قرار بگیره در زیر مجموعه یه تگ میشه سیبیلینگ، خواهر برادر. الان بادی و هد سیبیلینگ هم دیگه هستن، و HTML پرنت هد هستش و پرنت بادی. بادی و هد هر دو سیبیلینگ HTML هستن. این موضوع در نظر داشته باشید که پرنت همیشه یه نفره، ولی چایلد میتونه چندین تا تگ باشه، یعنی اینکه شما یه دونه میتونید پرنت داشته باشید، نمیتونید چندین تا پرنت تعریف کنید. الان H1 چایلد بادی هستش و بادی پرنت تمام اینها هستش، H1 H4 H5 و H6. به اینها تقریبا از H1 تا H6 به همشون سیبیلینگ میگن، اینا همشون خواهر برادرای H1 حساب میشن. این موضوع رو توی جاوا اسکریپت خیلی بولد میشه و خیلی ازش استفاده میکنیم برای اینکه بخوایم یه سری تغییرات ایجاد کنیم، بتونیم توی بدنه HTML خزش داشته باشیم، بالا پایین کنیم و بتونیم مثلا وقتی H1 رو سلکت کردیم به سیبیلینگ پرنت که بادیه و چایلد که زیر مجموعشه دسترسی داشته باشیم و بتونیم یه سری تغییرات رو به اونها بدیم. اینجا در حد این که هستش که تقریبا باید ذهنیت سازی بشه براتون و بدونید تقریبا یه تگ وقتی زیر مجموعه یه تگ چایلد اون تگ میشه و اون تگی که بالای اون تگیه که زیر مجموعهشه میشه پرنتش، و تگ هایی که در کنار هم قرار گرفتن سیبیلینگ نامیده میشن. این رو باید بدونید که در آینده بخوایم استفاده بکنیم این ذهنیت رو داشته باشید و آمادگی سازیاش انجام بشه. مبحث بعدی که میخوام بگم کلیدهای ترکیبی VS کد بهتون. بعد از این میخوام بهتون بگم یه دونه جدید وا میکنم، یه فایل جدید وا میکنم، index8.html. من اگه بخوام راحت کد نویسی کنم، اینجا یه دونه چیز رینیم باید کنیم، یه دونه خط افتاد آخرش.
میبینید یه خط افتاد، این خط ساده نذاشتش من علامت ترجمه بذارم و تب بزنم. همین خط ساده توی یه پسوند میتونه خیلی مشکلات به وجود بیاره. من ساختار اولیه رو می‌نویسم. یه سری کلیدهای ترکیبی هن که ما ازشون خیلی استفاده میکنیم، حالا ممکنه در آینده برامون خیلی کارآمد باشه. به طور مثال اگه من یه پی بزنم و اینو ضرب در 3 بکنم و یه تب بزنم، برای من به صورت اتوماتیک 3 تا می‌نویسه. حالا من ممکنه اینو ضرب در 100 بکنم، من 100 تا پی میخوام و بشینم و یه دونه دونه دستی اینا رو کد کنم. نه، فقط کافیه اینو ضرب در 100 کنم، 100 تا کد پی برای من نوشت، همونطوری که میبینی. حالا یکیش اینه، ما یه کلید ترکیبی داریم که بهش میگیم کنترل اسلش، کامنت میکنه برامون. ساختار کامنت این شکلیه: تگ واز یا همون علامت کوچیک بزرگ یا کمانک رو باز میکنیم، یه علامت تعجب میاد اولش، 2 تا دش، متن وسطش همونطوری 2 تا دش و کمانک بسته. این باعث میشه کامنت بشه، این خونده نمیشه. این فقط برای اینکه مثلا بخوایم استارت بخش بندی بکنیم، مثلا پروژهمون بزرگه، میخوایم استارت هدمون رو بزنیم، منومون رو بزنیم، میزنیم استارت منو تمام میشه میزنیم فاینال منو. این باعث میشه کدمون تمیزتر شه، شیکتر شه، بتونیم کامنت کنیم و کامنت بزنیم و کس دیگه میخواد روی کدمون کار بکنه، این مفهوما براش آشنا باشه و بتونه بفهمه که کجا باید بره بخش منو رو بتونه مثلا پیدا بکنه، کجا بره مثلا سیکشن مثلا اسلایدر رو پیدا بکنه و غیره. من اینو براتون کامنت میکنم که داشته باشید. الان من اگه بخوام پی داخلش یه متنی بنویسم، به اصطلاح می‌نویسم مثلا مرتضی، از این هم داخلش یه متنی هم باشه، بخوام ضرب در مثلا اون تعداد بکنم، ضرب در 10 بکنم، اینتر که بزنم 10 تا برای من پی نوشت که داخلش مرتضی است. این رو هم براتون کامنت میکنم که داشته باشیدش. پی داخلش متن و چیز. حالا ما یه چیزی داریم مبحث دایرکت چایلد، یه پی میذارم یا آکولاد میذارم، میگم داخل پیم یه تگ دیگه میخوام بهتون معرفی کنم، تگ اسپن. تگ اسپن مثل تگ فونت، تگ اینلاین لوله و میتونه داخل تگ پی قرار بگیره برای اینکه یه جایی بخواید به یه تیکه از متنتون حالا رنگ و لعاب دیگه ای بدید و یا بخواید یه سری کارا و یه سری تغییرات روش ایجاد بکنید. پیو میزنم، اسپمو میزنم. میتونم بگم توی پی هایی که میزنی یه پی بزن، اسپمی که داری مثلا آکولاد و باز و بسته میکنم، توش مرتضی 12 مثلا باشه، یه تب میزنم. برای من اون پیو نوشت ولی اینجا ضربو نزدم، اگه ضربم بزنم 12ش کنم، میبینید برای من یه پی نوشت که 12 تا اسپن توشه که توشون مرتضاه، از یه مرتضی 12 این رو هم براتون کامنت میکنم. استفاده های خیلی زیادی نداره ولی یه جاهایی ممکنه به کارتون بیاد، باید بدونید وجود داره. میتونید با یه سرچ یا با یه برگشتن توی ویدیو بتونید این کار رو انجام بدید. نمونه دیگهش، من یه پی دارم یا یه مثلا آره یه پی دارم، یه پرانتز باز و بسته میکنم، داخل این پرانتز میزنم پی که داخلش اسپنه. هر کدومم ممکنه یه نوشته ای داشته باشه، آکولاد رو باز و بسته میکنم جلوی هر کدوم، یه محمد میزنم توی این، میتونم جلوی همون پی که الان مثلا زدم دایرکت چایلد اینه، دوباره یه پرانتز با بکنم بزنم مرتضی، بعد این پرانتز رو ضرب در مثلا 10 ضرب در 5 بکنیم که مثلا مشخص باشه. برای من 5 تا پی نوشت که مرتضی و محمد داخلش هستن، پی که داخلش اسپمه، دایرکت چایلدشه یعنی درونشه، داخلشه. میبینید مرتضی داخل پیه و اسپم هم داخل پی هستش با یه پرانتز. این رو هم کامنت میکنیم. اینم یه دونه گزینه دیگه ای داریم، تقریبا همشون هم شکل همه، میتونید استفاده کنید. معمولا توی منو استفاده میشه. مثلا UL داریم،
ULLI هم یه سری کده، حالا در آینده خیلی باش کار میکنیم که متوجه شید. داخلش LI ULLI برای منو استفاده میشه خیلی بیشتر. ULLI که میتونی مثلا بزنی ULی که داخلش LI که داخلش یه اسپم هم داشته باشه، اینو بندازیش داخل پرانتز و اینو ضرب در مثلا 20 تاش کنی. مثلا 20 تا گزینه تو منو داری، ممکنه یه منو چیز داشته باشی، مگا منو داشته باشی. این خیلی کارتو راحت میکنه. 20 تا گذاشت. حالا من میخوام داخل این اسپمه یه شماره 1 تا 20 هم بیفته. برای اینکه این شماره بیفته میتونم از دلار ساین استفاده کنم. دلار ساین که بذارم جلوش، ببخشید یه اول متن رو وا کنم یا کلات وا کنم که متن توش باشه. مثلا مرتضی میخوام از مثلا M1 تا 15 باشه، یه دلار ساین بذارم جلوی این 1 تا 20 رو خودش برام میزنه. M1 M2 M3 M4 تا 20 رو برام نوشت. اگه میخوام یه جا عدد استفاده کنم دلار ساین تنها هم بذارم حتی این کارو برام میکنه. من میخوام داخل متن اسپن مثلا 1 تا 20 باشه، میونم به تعداد اینا بستگی داره. مثلا 22 تا میکنم 1 تا 22. الان برای من داخل اسپن 1 تا 22 هم برام نوشت. یه جایی هم به درد میخوره که مثلا میتونید توی اچاتون استفاده بکنید. مثلا میخوای اچ 1 تا 6 بزنی ولی میخوای یه ضرب بزنی، اینم براتون کامنت میکنم داشته باشید. میخوای اچ 1 تا 6 بزنی، اچ رو میزنی، دلار ساین رو میزنی، یا کلات وا میکنیم که این متنی هم توش باشه. به اصطلاح من توی اینو بخوام ضرب در 6ش بکنم، میخوام اچ 1 تا اچ 6 داشته باشم، ضرب در 6ش بکنم، یه تب بزنم، برای من H1 تا H6 کد نوشت. به همین راحتی. تقریبا میشه گفت اینا ترکیبی های VS کدن که بعضی جا استفاده میشه ولی پرکاربرده، واسه تعداد زدن کارت رو راحت میکنه. خب بریم کلیدهای ترکیبی دیگر رو با هم کار بکنیم. من یه سری کلیدهای ترکیبی رو به صورت کلی میگم. کنترل C سیو میکنه، کنترل V پیست میکنه، کنترل X کات میکنه، کنترل Z برمیگردونه به عقب، کنترل Y میبره به جلو. یعنی من اگه یه اچوان بنویسم، اگه بخوام این اچوانی که نوشتم اشتباه نوشتم پاکشه، از بک اسلش استفاده کنم، کنترل Z میزنم برمیگرده عقب. اگه بخوام دوباره برش گردونم کنترل Y میزنم میبره به جلو. الان من با کنترل Z برش گردوندم عقب، با کنترل وای رفتم رو به جلو. کنترل اسلش که همون کامنت کردنه، که همونو بزنی کامنت میکنه، همونو بزنی برمیگردونه، از کامنت در میاره. کلید ترکیبی بعدی که میخوام بهتون یاد بدم کلید کپی هستش. من اگه بخوام از این اچوانی که نوشتم، مثلا مرتضی مثلا این تقریبا چیز بگیرم، کپی بگیرم، رو به پایین رو به بالا، آلت و شیفت و ارو نگه دارم، رو به پایین کپی میگیره. آلت و شیفت و ارو رو به بالا، یعنی فلش رو به بالا یا رو به پایین رو بزنم رو به بالا. میبینید موس من همچنان روی اون وسطیه مونده چون دارم رو به بالا کپی میگیرم. اگه رو به پایین بزنم میبینید اون چیز موس منم، اون گزینه موس منم باهاش میاد پایین. یعنی الان دارم رو به پایین میگیرم، الان میخوام رو به بالا بگیرم، میاد بالا. کپی گرفتن رو به پایین و رو به بالا کاربرد آنچنانی نداره، ولی خیلی استفاده میشه. همون کنترل C کنترل V هم میتونه کارتون رو راه بندازه. ولی میتونید مثلا برای اینکه سریعا از یه خط کپی بگیرید، یه خط طولانی نوشته باشید، میتونید ازش استفاده بکنید. یه کنترل شیفت L داریم که بعضی وقتا کار میکنه بعضی وقتا کار نمیکنه. تو بعضی وقتا هم توی نرم افزارا متفاوته. خودش کد رو براتون کلین میکنه، یعنی کد رو براتون تمیز میکنه. الان من میزنم کار نمیکنه، شاید به خاطر اینه که کدم کلین هستش. مثلا بذارید یه اتوان بزنم بیارمش عقب، کنترل شیفت ال بزنم، نه اینجا کار نمیکنه. شاید تو وی اس کد فرق میکنه. توی بقیه این کلید ترکیبی میتونید یه سرچ بکنید کلید ترکیبیشو به دست بیارید، براتون کل کد رو به صورت یک جا کلین میکنه. موقعی که یه کدی مینی فایل به دستتون میرسه و اینا، میتونید اینجوری کلین کد رو انجام بدید. خب همونطوری که میدونید دکمه بک اسپیس پاک میکنه رو به عقب. ما یه دکمه ای هم داریم توی وی اس کد و اینا استفاده میشه، دکمه دیلیت رو به جلو پاک میکنه، اینم استفاده داره.
مثلا یه موقعی میخوای رو به جلو پاک کنی و مثلا موستو نبری جلو، اینجا کلیک کردی میخوای ای جلو رو پاک کنی و دوباره نری مثلا اینجا رو کلیک کنی، میتونی از دکمه دیلیت استفاده کنی و رو به جلو پاک کنی. خب این هم از کلید ترکیبی هایی که استفاده میکنیم. یه هوم و اند هم داریم که من حالا مثلا روی کیبوردم ندارم، رو خیلی از کیبورد ها وجود داره. هوم میزنی میاد سر خط، مثلا اینجایی هوم بزنی میاد سر خط، اند بزنی میاد انتهای خط. به همین راحتی. اینا کلا کلید ترکیبی هاییه که خیلی استفاده میشه. یه کلید ترکیبی هم که از کمتر کسی ازش اطلاع داره، کنترل نقطه یا آلت نقطه بود که براتون چیز رو وا میکنه، اسپیشیال یه سری کاراکتر وا میکنه. دکمه بعدی که میخوام بهتون بگم ویندوز وی هستش که براتون کلیپ بورد کنترل سیاتون رو وا میکنه، چیزایی که کپی کردید. اگه فعال نباشه آنش کنید، خیلی به کارتون میاد. تمام چیزایی که من تا الان کپی کردم و پیست کردم و اینجا برام میاره که من میتونم ازشون استفاده کنم. بریم مبحث بعدی و یه دورم چیز رو چک کنیم که ببینیم چیا مونده. تقریبا بلاکین لاین رو درس دادیم، کامنت رو گفتیم، وی اس کد و این کلیدهای ترکیبیش رو گفتیم، اچ گروپ رو گفتیم، پی و اسپن و اچ آر و بی آر رو گفتیم، اینس و دل و یو سه تا چیزن که حالا بریم دونه دونه تگ بهتون معرفی کنیم. حالا نیو فایل ایندکس نو دات html. خب ساختار اولیه، یه دونه تگ اینس باشیم، تگ اینس داریم، یه دونه تگ دل داریم، یه دونه هم تگ یو بود. اینا تقریبا تگایی هستند که برای متن ها استفاده میشن. دیلیت مثلا باید متوجه شده باشید که روش خط میکشه. هر کدوم از اینا یک کار چیزی انجام میدن که الان میتونیم خیلی راحت با نمایش دادن ازشون ببینیم. زیاد استفاده نمیشن، میگم این کارها رو توی CSS انجام میدیم، نیاز نیستش مثلا اینجا خیلی حفظشون بشید. میبینید یو خط کشید، این خط کشید زیرش، دیلیت هم که یه خط انداخت روش. میتونید با از اینها استفاده کنید. تمام این تگ ها هم تگ های اینلاین لوله، میتونی وسط پی استفاده کنی. مثلا یه تیکه من یه تگ پی میزنم توش. بچه ها یه چیز ترکیبی دیگه هم یادم رفت بهتون بگم، لورم هست. شما یه لورم بنویسی و 5 بزنی، یه تپ بزنی برای 5 کلمه مینویسه. مثلا 5 تا الان مثلا یه لورم 5 تایی میخوام که تگ این سو بذارم داخلش. این دلار رو میذارم اینجا که زیرش خط بکشه و دلار رو پاک میکنم. سیت هم میزنم که دیلیت بشه. الان از این من سیو بگیرم، باید یه خط به من نشون بده که تقریبا دلار خط کشیده زیرش. به خاطر اینکه این لاین لوله میتونیم از این وسط استفاده کنیم، وگرنه اینا رو مینداخت خط پایینی. این هم که سیت هم که میبینید که تقریبا روش خط کشیده. تقریبا استفاده زیادی نداره. برای اینجور کارا ما معمولا از CSS استفاده میکنیم، ولی کلا بدونیدشون، یه جا ببینید بهشون برخورد کنید، برای اینکه تعجب نکنید و نفهمید چی هم، خوبه که بدونیدشون. بعدی تگ بی و تگ استرانگ. تگ بی و تگ استرانگ تقریبا یه کاری انجام میده. تگ بی کلا منسوخ شده است، ولی تگ استرانگ الان داره استفاده میشه. جفتش هم تقریبا یه کاری انجام میده. منم پایین همین مینویسم، یه تگ پی میزنم، همونجوری یه لورم 10 تایی میزنم. اینو ازش بی تگ بی استفاده میکنم، کانستراکتور رو میذارم داخلش، کنترل ایکس کنترل وی کاتش کردم آوردمش. یه دونم استرانگ دارم که الیتو میذارم توی استرانگ. جفتشون بولد میکنن، جفتشون متن رو بولد میکنن و تقریبا استفاده استرانگ استفاده سئویی داره که وقتی کلمه کلیدی توی صفحه وجود داره با استرانگ بولدش میکنیم. تگ بی رو زیاد استفاده نمی‌کنم، منسوخ شده است، قدیمیه و الان فقط از تگ استرانگ استفاده میشه و پر استفاده است توی حوزه سئو. و اینکه اگر یک کلمه کلیدی توی صفحتون هست،
حتما توی پی وجود داره، باید تگ استرانگ بندازید داخلش. خب تگ بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم آی و ای ام که اونم تقریبا باید بدونید ایتالیک میکنه. لورم 10 تایی. تگ آی بیشتر برای چیزا هم استفاده میشه، برای ایموجی ها و اینا. من تقریبا نباید اینا رو مینداختم برام، ولی یه متن میذارم وسطشون که متوجهش بشید. بریم خروجی رو ببینیم. میبینید ایتالیک کرد برای من، جفتشون هم ایتالیک میکنن. اون چسبید به هم. یه اسپیس بعد بدیم اینجا، یه اسپیس هم اینجا بدیم، یه اسپیس هم اینجا. یه کنترل اس بگیرم الان واضح تر میشه براتون. میبینید جفتشون ایتالیک کرد، هم این ایتالیکه هم این ایتالیکه، مورب کرده. کار خاصی نمیکنه. معمولا هم از ام برای مورب کردن استفاده میکنن. ام هم یه مقدار توی سئو به گفته خیلی از اساتید بزرگ میتونه ارزش سئویی داشته باشه. بعدی که میخوام بگم پی آر ای و ایکس ام پی و مارک و اسمال. پی آر ای برای کد استفاده میشه، مثلا برای اینکه بخواید یه کدی رو به نمایش بذارید. شما حالا تو مبحث بعدی قرار اسپیشیال کاراکتر رو بگم، پی آر ای رو میذارم اونجا میگم. ایکس ام پی و مارک و اسمال رو که تقریبا مشخصه رو میگیم. یه پی داریم، یه لورم 20 تایی میزنیم، زیاده 10 تاییش میکنیم. خب از تگ XMP اینا همشون زیاد استفاده نمیشه. تگ XMP رو من منسوخ شده است، میبینید همین الان قرمزش کرد. اصلا خودم تا حالا تگ XMP استفاده نکردم. تگ مارک ولی تگیه که حالا مارک میکنم، اون مارک زرده، نمیخواد امت کمکمون کنه، خودمون باید بزنیم. خب و تگ اسمال هم که تگیه که کوچیک میکنه دیگه. من الان اینو میذارم اینجا، سیتو میذارم مارک هم که اینجا یه سیو میگیرم. بریم خروجی ببینیم. فکر کنم XMP تگ چیز باشه، تگ کانتینره، ولی چون منسوخ شده است زیاد روش مانور نمیدم. منسوخ شده برای کد نویسی و اینا هم از اینم استفاده میکنن. منسوخ شده است. سایت رو میبینید براتون مارکش کرده، مارک زرد انجام داده. اسمال هم که چیز اسمالش کرده، کوچیکش کرده، سایزش رو نسبت به بقیه کوچیکتر کرده. همه اینا با CSS انجام میشه و نیاز نیست که در نهایت مارکه جایی به دردتون بخوره. این هم که یه مقدار کوچیکش کرده، چیز خاصی نداره. تیبل و تی آر و تی دی و تی اچ و تی دی بمونه واسه جلسه بعدی که کامل توضیح بدم که با هم یه دونه جدول درست کنیم. این هم تقریبا میشه گفت منسوخ شده است، کسی ازش استفاده نمیکنه، همه از ULLI استفاده میکنن و جدول خودشون شخصی میسازن. خودش براتون یه جدول میسازه و چیز زیاد خوبی نیست. اینم ساختار تیبل و ایناست که بمونه واسه جلسه بعدی. اینو یه سیو بگیریم، بریم راجع به اسپیشیال کاراکتر صحبت بکنیم و اینکه حالا اگر بخوایم یه کد نویسی رو به نمایش بذاریم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. index.10.html اوکی. یه ساختار اولیه برام بنویس، علامت تعجب تب. من اینجا یه چیزی میخوام بهتون بگم. من اگه بخوام اینجا یه تگ پی بزنم، خب مسلما این تگ پی رو به من نشون نمیده. این به هیچ عنوان اینو به من نشون نمیده. اگه من بخوام اینو نشون بهم بده باید از اسپیشیال کاراکتر استفاده کنم. یه سری کدها هستن که با اند شروع میشن، مثل فاصله دادن. الان اگر من بخوام اینجا دوباره از یه تگ، حالا این سری از اسپن استفاده میکنم، اسپن استفاده کنم، یه اسم اینجا بنویسم، به اصطلاح مرتضی، ازش یه خروجی بگیریم ببینیم چه اتفاقی افتاده. مرتضی اینجا نمایش داده. حالا من یه استایل
اینجا میزنم، میبینید خودش بهم کمک کرده. استایل رو زدم، اینتر رو زدم، خودش مساوی دابل کوتیشن رو گذاشت. یه بوردر میذارم اینجا، یک پیکسل سالید رد، میتونم مثلا 10 پیکسل بذارم و این اصلا دست خودمه، چیز تعریفی نی. 2 پیکسل میذارم که مشخص تر باشه. الان من یه F5 بزنم، میبینید این چون این لاینه الان دورش افتاده و کل خط رو نگرفته. من میام جلوی مرتضی یه عالمه اسپیس میزنم، مثل همون بیار اینجا که سیو بگیرم، میام اینجا یه F5 میزنم، میبینم حتی فقط یه دونه اسپیس رو حساب میکنه. اون یه دونه هم به زور حساب میکنه، باید جلوش متن باشه که حسابش بکنه. برای اینکه این مشکل رو بتونم برطرف کنم، یه کدی گذاشتم که بهش میگن اسپیشیال کاراکتر. یه اند میذارید NBSP، از این هر چند تا آخرش هم با سیمیکالن بسته میشه. هر چند تا که بزنم، الان من اگه از این 4 5 6 تا 7 تا 8 تا مثلا بزنم، یه اسپیس بزنم، ببینم میبینید جلوش برای من اسپیس انداخت، ولی اگه من اسپیس خالی میزدم قبول نمیکرد. این ساختار کدیه. همینطوری یه سری حالا علامت‌های ریاضی وجود داره، یه سری کاراکتر وجود داره که روی کیبورد شما ممکنه حتی اصلا وجود نداشته باشه. برای اینکه بتونید به اونا دسترسی پیدا بکنید، میتونید از این اسپشیال کاراکترها استفاده کنید و اون شکلک‌ها رو به نمایش بذارید. الان من بخوام تگ PRE بذارم، توش یه پی بنویسم، یه اسم بزنم نمایش بدم، چه یه دونه محمدم بنویسم، می‌بینید محمد رو به من نمایش داده، ولی تگ پیو به من نمایش نمیده. تگ PRE تقریبا ارزش سئویی داره که داره میفهمونه به گوگل یا به هر کسی که داره میاد من داخل این کد میخوام نمایش بدم. ولی باید از اسپیشیال کاراکترها استفاده کنید. یه عالمه اسپیشیال کاراکتر داریم که میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم یه سری حالا اگه بخوام به این اسپیشیال کاراکترها دسترسی پیدا کنیم، اشتباه نوشتم یا کاراکتر W3 school HTMLش هم بزنید که بیاره. اسپیشیال کاراکتر رو اینجا بهتون نشون میده. حالا کاراکتر این بهتره. اینجا میتونید اسپیشیال کاراکترها رو ببینید، انتخاب کنید. الان میبینید آکولات باز و بسته، آکولات ببخشید، کمانک باز و بسته رو اینجا بهتون میگه and LT سیمیکالن and GT سیمیکالن. و خیلی یه عالمه از این اسپیشیال کاراکترها وجود داره مثل اینها. میبینید اینجا اند رو گذاشته، اگه بخوای اند رو نمایش بدی میتونی اند AMP سیمیکالن بذاری، دابل کوتیشن رو بخوای نمایش بدی. اینا چیزاییه که توی کد نویسی نمایش داده نمیشه، وقتی میزنید کد حساب میکنه و نمایششون نمیده. الان من بخوام یه کد بزنم پیو نمایش بدم، میام اینجا جای کمانک میزنم and LT و and GT. الان کمانک باز و بسته رو برای من گذاشت، پیو گذاشت. همینم الان کپی کنم بذارم این جلو، تقریبا کار من در اومده. الان یه کنترل اس بزنم سیو بگیرم، بریم یه خروجی ببینیم. تگ پیو به من نمایش داد، ولی اگر کمانک رو میزدم تگ پیو به من نمایش نمیداد. برای همین یه معضل خیلی بزرگ میشد و نمیتونستم این سایت های برنامه نویسی که میخوان آموزش برنامه نویسی بدن، وقتی که میخوان مثلا کدا رو به نمایش بذارن، از این طریق استفاده میکنن و کداشون رو به نمایش میدن. یا علائم ریاضی، وقتی شما میخوای یه ضرب انجام بدی یا یه به علاوه انجام بدی، ممکنه توی کد نویسی اون ضرب و به علاوه کد خونده بشه و حالا مثلا توی جاوا اسکریپت به علاوه علامت کانکته، یعنی دو تا چیز رو به هم میچسبونه. ممکنه بخواید نمایش بدید این اتفاق نیفته، مجبورید از اسپیشیال کاراکترها استفاده کنید که با یه سرچ هم توی دبلیو اسکول میتونید بهشون برسید.
هر کدومو بخواید اینا کدشو ورم دارید. حتی اینم قابل قبوله، جفتش کدهایی هستش که اگر ازشون استفاده کنید، این کد عددیشه، این کد نوشته باشه، این اسپیس خالیه ها ادساین NBSP پر استفاده ترینش اینه. توی وردپرس خیلی باهاش مواجه میشید و بقیه‌اش هم که هر کدوم دوست داشتید میتونید اینجا استفاده کنید. دابل کوتیشن، سینگل کوتیشن و کلی چیزهای دیگه، نمادک های دیگه. می‌بینید نمادک های متفاوت اینجا خیلی وجود داره و خیلی هم با سرچ های دیگه میتونید بهشون برسید.